برای درست کردن رشته خشکار احتیاج به یک پیمانه آرد برنج و 2 تا پیمانه آرد گندم داریم. به ازای هر یک پیمانه آرد ما 1 پیمانه آب احتیاج. یه لیوان آرد برنجی که داشتم اضافه کردم. یه همزن دستی خوب هم بزنید. تقریبا باید به این شکل باشه، یعنی وقتی که میریزه حدوداً بین نیم ساعت تا 1 ساعت میذارم تا استراحت. درست کردن مواد میانی ما احتیاج به گردو داریم که من گردو رو توی دستگاه غذاسازی میریزم. من به این اندازه دارچین اضافه میکنیم. هل داریم که من هلم بهش اضافه میکنم. خب شکرم بهش اضافه میکنیم. مواد میانی رشته خشکارمون که آماده است. الان ما باید مایه‌ای که درست کردیم از صافی رد کنیم. مقدار مایه تابمون رو چرب میکنیم و رشته هاتون رو میریزید. خودش رو جمع میکنه و شما میتونید رشته رو از مایه تابه جدا کنید. به این شکل جمع میکنیم. بعد به این شکل میاریم سمت خودمون. از این مواد میانی میریزیم و از همین بعد شروع میکنیم به پیچیدنش. به این شکل. رشته خشکارامون رو سرخ کنم.